تکبیر تکبیر تکبیر. این پرواز انسان ایستگاهی ندارد، ایستگاهی نیست که در کهکشان ها باشد. همین که در دل شب دست به دعا بلند کنی و اشک حسرت بریزی، همین که در دل شب با 2 رکعت نماز تهجد دست به الله متعال بلند نماییم، بگوییم یا الله از گناهان خود پشیمان هستیم، یا الله از غیبت هایمان پشیمان هستیم. همین برای ما کافی است. وقت دست به دعا بلند می کنیم عزیزان من، در دل شب وقت ما دست به دعا بلند می کنیم، از فوق عرش پاسخ دریافت می کنیم.